زنی بی سواد هر روز قرآن می‌خواند ولی معنی قرآن را نمی‌فهمید. دخترش گفت: مادر، چه فایده دارد قرآن بخوانی و معنی آن را نفهمی؟ مادر سبدی که داخل آن زغال می‌گذاشتن به او داد و گفت: دخترم، برو این سبد را از آب دریا پر کن و بیاور. دختر خندید: مگر ممکن است؟ سبد سوراخ است. مادر گفت: برو امتحان کن. دختر چند بار سبد را در آب زد و دوید به طرف مادرش، ولی هر بار سبد خالی میشد. عصبانی برگشت پیش مادرش و گفت: دیدی نشد؟ مادر سبد را گرفت، نشانش داد و گفت: آب که از سبد ریخت، اما ببین سبد چقدر تمیز و پاکیزه شده. قبلا پر از خاک و زغال بود، حالا برق میزند. آرام گفت: قلب من هم مثل همین سبد است دخترم. من معنای قرآن را نمیفهمم، ولی هر بار که میخوانمش کمی از گناهانم شسته میشود و دلم نورانی تر میگردد. دختر ساکت شد و از آن روز احترام بیشتری به تلاوت مادر گذاشت. اگر موافقی لایک و کامنت یادتون نره.